سلام، خوش اومدین به اولین اپیزود از برنامه اکستیت. بریم که با هم واکنش سحر و امیر رو داشته باشیم. خوبی داداش؟ خوش اومدی. قربونت، چطورتم؟ مرسی، خیلی ممنون. مرسی که دعوتمون رو قبول کردی و اومدی تو برنامه. اول از همه داشت خودتو معرفی کن. من امیرم، بعد متولد 81م، ساکن اصفهان. بعد با اکست چجوری آشنا شدی؟ همین چهارواقع اصفهان بودیم، بعد دیدمش با یکی از دوستام بودم، بعد گفتم که میشه من برم به این شماره بدم به دوستم. گفت که تو که نمیری، فقط حرفشو میزنه. بعد دیگه تو مغز خودم اوکی کردم و رفتم جلو باش حرف زدم و شمارهشو گرفتم. به سلامتی. چند وقت پیش بود؟ تقریبا فکر کنم شمال برج 402. 402. یعنی چند وقت با هم تو رابطه بودیم؟ 1 سال و نیم، 1 سال و 8 ماه. بعد چند وقت با هم کات کردیم؟ 1 ماه و 1 هفته. سر چی با هم کات کردیم؟ تفاهم نداشتیم دیگه، با هم نمیساختیم آخرش دیگه. خب سر خیلی چیزا با هم نمیساختیم. میشه یکم باز سرش کنی اگه موردی نداره. نه موردی که نداره داداشی. مثلا در مورد لباس پوشیدن، مثلا خیلی الان کوچکترین چیزش میشه لباس پوشیدن که مشکل داشتیم. مثلا غیرت داشتی؟ آره، مثلا کلا هم اون هم من اینطوری بودیم، بعد تفاهمی نداشتیم تو این مورد دیگه هیچ. بعد مثلا به جز لباس پوشیدن دیگه چه موردی؟ خیلی اخلاقی اصلا با هم نمیساختیم. من اصلا آدمی خوشگذرونی ام، من این ور باشم اون ور باشم، ولی خب اونطوری نبود. و این 1 سال و خورده ای که با هم بودین مثلا به این نتیجه نرسیده بودین؟ چرا خوب بود اون دوران اولش، از یه جا به بعد که همو شناختیم با هم اوکی شدیم دیگه، این اتفاق افتاد. درست. بعد نکات منفیش تو رابطه چی بود با؟ یعنی مثلا از نظر تو چه نکات منفی داره؟ مثلا خیلی اعصاب خوردیم بیشتر شد، خیلی فکر و خیالم بیشتر شد. بعد جدا که شدین کات کردین مثلا ناراحت بودی؟ آره. حال بدی داشتی؟ آره اونم ببین، هم وقتی تو رابطه بودم حال بدی داشتم و ناراحت بودم، هم وقتی جدا شده بودیم. هنوزم اینطوری؟ هنوزم اینطوری. چجوری خودتو مثلا آروم‌تر می‌کنی؟ چطور خودم؟ ببین من بعضی موقع میشینم مثلا با دوستام در موردش حرف میزنیم، کلا در مورد اتفاقایی که گذشته، اتفاقایی که افتاده حرف میزنیم. اینطوری با حرف زدن خودمو خیلی بیشتر آروم میکنم. با حرف زدن؟ آره با حرف زدن خیلی خودم آروم. اگه بخوای یه موزیکی براش بفرستی که گوش کنه، فقط یه دونه موزیک، چه آهنگی براش میفرستی؟ نه من نه تو، صدف و امیر. چی کار کنه؟ یعنی چه اتفاقی بیفته اصلا حاضری باش برگردی دوباره تو رابطه، یا اگه چه تغییری تو خودش ایجاد بده حاضر میشی دوباره برگردی باش تو رابطه؟ ولی خب فکر نکنم برگردم، مثلا فکر برگشت دیگه نیست، دوست ندارم دیگه برگردم. پیشنهاد جدید برای رابطه داشتی مثلا بخوای با یکی دیگه بری تو رابطه؟ داشتم ولی اصلا بهش فکر نکردم. میخوای یه مدت تنها باشی؟ آره فعلا. دوستات بعد اینکه جدا شدین چیا گفتن مثلا؟ اصلا باورشون نمیشد، میگفتن امیر تو واقعا جدا شدی، الان این اتفاق افتاده واقعا؟ ولی خب دیگه آره افتاده بود، جدا شده. کی بیشتر تو رابطه تلاش میکرد رابطه رو نگه داره؟ یعنی مثلا هی تلاش میکرد که با هم بمونین، تو یا سحر؟ بعد کی به نظرت بیشتر مقصر بود تو کات کردنت؟ من. اون با تو کات کرد یا تو با؟ یا توافقی بود؟ نه توافقی بود. بعد شده که بعد اینکه کات کردین بهت زنگ بزنه، پیام بده؟ یه بار 1 هفته بعدش بود که اصلا ما هم خوب صحبت نکرد. اگه یه روز تو همین چهارباغ که میگی ببینیش با یکی دیگه چه حسی به دست میاد؟ خیلی ناراحت میشم، خیلی اصلا بهم برمیخوره، اصلا به هم میریزم. بعد ولی باز حاضر نیستی باش دوباره نه ولی خب آره. خب اگه یه سری تغییراتی تو خودش ایجاد کنه که مثلا آقا شما میگی این مشکل رو داشته، میگه اوکی من این کارا رو درست میکنم، بعد اینکه درست شد باش وارد رابطه میشی دوباره یا نه؟ خب ببین داداشم، من از همه اولی که وارد رابطه شدم اصلا همون نشناخته بودیم، یعنی همینطور بدون شناخت با هم وارد رابطه شدیم. شاید یه مدتی کمی تلاش کنم با هم بشناسیم، همه بعدش شاید وارد رابطه شم باش دوباره. سلام، خیلی خوش اومدین. ممنونم، مرسی. خودتون رو معرفی میکنید؟ سحر هستم، 18 سالمه. با امیر چجوری آشنا شدین؟
توی چهارباغ رفته بودم، بعد مدرسم بود و اومد سمتم و آیدیمو گرفت و فرداشم رفتیم دیت، رفتیم میدون و اوکی شد. دیت چه جوری بود؟ دیت هم اوکی بود، رفتیم کافه یه چیزی خوردیم صحبت کردیم و اینا. بعد جفتمون به هم دیگه گفتیم که آره جفتمون اوکییم و چند وقت با هم تو رابطه بودین؟ 1.5 سال. چند وقت کات کردین؟ 1 ماه و 1 هفته. 1 ماه و 1 هفته. سر چی بود که با هم کات کردین؟ اختلاف داشتیم با هم، یعنی مثلا دیگه آخراش یه جورایی با هم کنار نمی اومدیم، خیلی لجبازی میکردیم با هم دیگه و خیلی عجول رفتار میکردیم و نتونستیم با هم کنار بیایم. میشه یکم بازتر کنیم، مثلا سر مثلا نام ببرین، سر این مورد پیش هم دیگه بودیم و خیلی روز اوکی بود، شبش هم اوکی بود و اینا. من گفتم که میخوام از پیشت برم، رفتم و یکی اومد بهم پی ام داد که آره داره بهت خیانت میکنه و اینا، که من اون لحظه واقعا نمیفهمیدم بعد چه ریاکشنی نشون بدم. پا شدم رفتم دم خونشون و بهش گفتم این چه کاری بود و چرا می‌خواستی همچین کاری کنی و اینا. گفتش که نه یه همچین چیزی نیست و من اون موقع اصلا به عقلم نمیرسید که مثلا منطقی باهاش صحبت کنم و اینا و باهاش کات کردم. دقیقاً فردای همون روز رفت با یکی دیگه اوکی شد و خب ما با هم دیگه کات کردیم و هیچ تلاشی هم نکرد که بخوایم با هم دیگه برگردیم و بخواد حتی منو قانع کنه. یعنی الان با یکی دیگه اوکیه؟ نه اوکی بود، 2-3 روز باش اوکی شد، 2-3 فقط روز برای اینکه باش. مثلا استوری بذاره لجه منو در بیاره. خودش هم بعد اومد گفت وقتی با هم کات کردین مثلا شده بود حالت بد بشه؟ خیلی زیاد. هنوز کلاً. همین حسو آره داری؟ هنوزم دارم. بعد چجوری مثلا سعی میکنی حالا خودتو بهتر کلاً این کنی؟ 1 ماه که خیلی حالم بد بود و اینا، کلاً 2 هفته شو که بیرون نرفتم. آدمی بودم که همیشه بیرون میرفتم چون همیشه با هم بودیم و با هم بیرون بودیم. نرفتم یه 2 هفته فقط به گریه و اینجور چیزا، ولی خب اصلا نرفتم سمتش چون واقعا تو کتم نمیرفت همچین چیزی که مثلا حالا اوکی دخترم اومد به من پیام داد ولی تو چرا فردا رفتی با یکی دیگه اوکی شدی. نکات منفیش تو رابطتون چی بود؟ یعنی مثلا چه نکات منفی داشت تو رابطه که فکر خیلی می‌کنی لجباز بود. یه جایی بهم گوش نمیداد، هرچی مثلا میخواستم کمکش کنم که بره سمت راه درست به من گوش نمیداد و خب مثلا رو منطقه رفیقاش پیش میرفت، هرچی بهش میگفتن یه جایی رفیقاش درست میگفتن یه جایی درست نمیگفتن، ولی به منم گوش نمیداد چون ما 2 تا آدم بودیم که فقط همین جوری با هم دیگه نرفته بودیم تو رابطه. یه رابطه فاب بود، همه میدونستن، همه در جریانش بودن و خیلی با هم اوکی بودیم. گوش نمیداد بهم، خیلی لجباز بود، خیلی زود عصبانی میشد یا مثلا کوچکترین موضوعی که پیش میومد ازش یه داستان خیلی بزرگ میساخت و هیچ وقت هم به من گوش نمیداد و درکم نمیکرد یه جایی. آره. بعد فکر میکنی خودت چه نکات منفی تو رابطه داشتی؟ خودم لجباز بودم و خیلی حسود بودم، خیلی زیاد. مثلا اگه مثلا امروز با من تایمشو میگذروند فرداش میخواست بره پیش رفیقاش، خب من دوست نداشتم بره، دوست داشتم پیش من باشه. گفتم خب اوکی اونا هم باشم ولی منم باشم. البته اونم همچین منطقی داشته و همیشه هر وقت یکیمون با دوستامون میرفتیم بیرون دعوامون میشد، مثلا 2-3 روز با هم دعوامون میشد. بعد پلن ازدواج و اینا هم چیده بودین؟ آره. یکم تعریف خانواده ها میدونستن، در جریان بودن و قرار شد که سربازیش تمام شد، کارامون اوکی شد، بیاد نامزدی و اینا و مامانم میشناختش، پدرش و مادرش و اینا منو میشناختن و همین دیگه. الانم هنوز سربازیش تمام نشد. اگه بخوای یه آهنگی براش بفرستی چه آهنگی میفرستی؟ دارم میرم سارا. اگه تو همون چهارباغ که باهاش آشنا شدی دوباره ببینیش با یکی دیگه چه حسی به دست میدی؟ مثلا چیکار میکنی؟ مثلا الان ببینمش؟ مثلا 6 ماه دیگه که با اصلا دیگه خیلی وقت جدا شدین با یکی دیگه ببینیش. حس افتضاحی بهم دست میده چون با همون دختری هم که بود رفتم دیدمشون، رفته بودن کافه با هم دیگه و من رفتم اون کافه و دیدمشون. خب اون منو ندید ولی من اونو دیدم و دقیقاً کافه ای رفته بود که با هم دیگه میرفتیم و نابود شدم اون شب. خیلی حالم بد بود، اصلا حالم غیر قابل توصیف بود. حتی بدتر وقتی بود که فهمیده بودم بهم خیانت کرده. پس اگه میخواین خیانت کنین حواستون باشه یه کافه غریبه بود. اومدیم به قسمت جذابی که 2 نفر در کنار هم دیگه قرار میگیرن. حستون از این که کنار همین چیه الان؟ اول خانوما مقدم ترن، خانوما جواب بدن. نمیدونم، حس عجیبی دارم.
دلم براش تنگ شده بود و عجیبه هستم. حس شما چی امیر؟ منم واقعا عجیبه برام، من قلبم واقعا داره تون میزنه. بریم سراغ سوالای دو نفرمون. من این سوالا رو تو تایم جداتون ازتون نپرسیدم، یعنی الان با هم میخوام جواب بدیم. اول از شما میپرسم، دفعه اولی که امیر رو دیدی جذب چی شد؟ یعنی چی شد که گفتی آقا من میخوام با این پسر اوکی شم؟ خب اون روز که اومد ازم آیدی بگیره و اینا کلا اعصاب و حوصله نداشتم، همینجوری آیدیو دادم و برداشت که رفتیم بیرون با هم دیگه صحبت کردیم و از طرز صحبتش و خیلی قشنگ صحبت میکرد. اولش میگفت من خیلی خجالتیم و اینا، ولی بعدش نه، خیلی قشنگ صحبت کرد، خیلی قشنگ برخورد میکرد و خب خوشم اومد. شما چی؟ حاجی من بگم شاید خنده دار باشه ولی خب از رو مدل موش پسندیدم. چجوری بود مدل موش اون موقع؟ برق وسط باز کرده بود، بعد کلا گفتم چقدر این موش خوشگله برم به این آیدی بدم، اینطوری بود. بعد که فرداش رفتین با هم دیت چی؟ من کلا خیلی آدم فانیم، بعد صحبت که میکردم خیلی به حرفام گوش میداد، بعد دل به دل حرفام میداد. دل به دل آره اوکی بود اون موقع، اینطوری بود. الان شما تو رابطه هستین یا نه. پیشنهادی داشتین بعد اینکه کات کردین؟ بله. پیشنهاد داشتین ولی نه. قبول نکرد. شما چطور؟ بله پیشنهاد داشتم ولی قبول نکردم. چرا قبول نکردین؟ یه مدت میخواستم تنها باشم. شما چطور؟ منم نمیتونستم با کسی برم چون تازه کات کرده بودم، از یه رابطه فاو اومده بودم بیرون و حتی به اینکه فکر میکردم بخوام دست یه پسر دیگر رو بگیرم یا بخوام برم بغل یه پسر دیگه واقعا اذیتم می‌کرد. نکات مثبت امیر تو رابطتون چی بود؟ نکات مثبتش؟ اینکه خیلی پشتم بود، خیلی جاها خیلی پشتم بود و پشتم رو خالی نکرد. هر وقت نیازش داشتم بود واسم و بیشتر عملی بهم ثابت میکرد که چقدر دوستم داره و نمیدونم. و اینکه کلا همین بود، مثل یه پدر و مثل یه مادر پشتم بود. شما چطور؟ خیلی هاشو فاکتور میگیرن، یکیشو میگم. نه همه رو میخوام بگی، همه رو میخوام بگی. آره هر چی نکته مثبت تو رابطتون خیلی داشت. بزرگم کرد، خیلی به عقلم اضافه کرد، کلا رفتار و اخلاقم خیلی عوضش کرد. دیدم نسبت به بقیه چیزا خیلی عوض شد تا با سر رفتم تو رابطه. تا حالا حس کردی بهت خیانت کرده یا مثلا داره بهت خیانت میکنه یا آره. خب تعریف میکنه؟ حس کردم. من ببین اول رابطه که بودیم رفیق پسر داشت. امان از این رفیق پسر، هر چی میکشیم از این رفیقای پسره. تخریب داره دیگه، یه شکی تو آدم میندازه. بعد سر همون بعضی موقع شک میکردم، بی جا هم بود شکم، ولی خب بالاخره نه درست بوده شک. کلا رفیق پسر ردلاینه. شما چطور؟ منم آره شک کردم. همون موقعی که با هم میخواستیم کات کنیم یکی اومد پی ام هم داد که آره دوست پسرت داره بهت خیانت میکنه، میدونم خیلی همو دوست داریم ولی جریان اینطوریه. و خب منم سر اینکه اصلا نمیفهمیدم دیگه اون لحظه بعد چیکار کنم، پا شدم رفتم دم خونه‌شون و کلی چیز بهش گفتم و تموم کردیم با هم دیگه. شما تایید میکنی؟ بله. توضیحی داری برای نه اصلا. خب حالا یه توضیح بده. واقعا توضیح بدم؟ اصلا این اتفاق نیفتاده بود. اول تایید کردی الان این اتفاق نیفتاده. یکی در اومده گفته دوست پسرت داره خیانت میکنه. آره من دارم خیانت میکنم. اوکی. چطوری حرف منی که 1.5 سال با هم تو رابطه بودیم من باور نمیکنه حرف یکی دیگر رو باور میکنه؟ خب یک کوچولو عجیب نیست؟ بالاخره آدم به شک میفته. خب عجیب نیست؟ چرا بهش الکی؟ شاید دروغ گفته. خب دروغ نگفت. از کجا این داره الان میگه من خیانت نکردم؟ از کجا انقدر مطمئن میگی خیانت کرده؟ فرستاده بود. اسکرین شات فیک بوده. نه ریکورد فرستاد آخه. ریکوردم فیک. گردن نمیکنم. نه. ایوه. سر عکس و فیلماتون رو نگه داشتی؟ یه سریاش. مورد علاقت کدومه؟ همش. نه یه دونه که خیلی ببینیش مثلا تو تنهاییت یا اینا. شما عکس و فیلماتون رو نگه داشتی؟ بله. میبینی؟ بله. بعد مورد علاقت کدوم عکسه؟ یه عکس جلو آینه است، خیلی خوبه، اونو خیلی دوستش دارم. بهترین خاطره‌ای که با امیر داشتی کدوم خاطرته؟
که هیچ وقت یادت نمیره، همیشه تو ذهنت میمونه؟ یه شب با خانواده دعوام شده بود، خیلی بد، خیلی بد. بعد نه وضع من اوکی بود نه وضع امیر اوکی بود. زنگی زدم و بارون شدیدم میومد. اومد دنبالم، ساعت 9:10 شب بود، خودش هم کار داشت ولی باز اومد دنبالم و رفتیم خونه گرفتیم و چند روز پیش هم بودیم تا وضع خانواده‌مو اوکی شه. تو این تایم خیلی کمکم کرد، خیلی پشتم بود، خیلی باهم حرف میزد، خیلی درکم میکرد. مثلا میشد مثلا تو خونه بودیم میگفتم من حوصله ندارم، هر کاری میکرد که من حوصله‌ام بیاد سر جاش، هر جوری میشد شرایط فراهم میکرد که من حالم خوب باشه. شما چی؟ 13 به در بود. بعد سهر اومد پیشم. بعد خونه مامان جون من یه زیر زمین داره، بالا پر مهمون بود. 2 ساعت رفتیم زیر زمین، یه روز کامل تو این زیر زمین زندگی کردیم. خیلی خوب بود مثلا. چی خیلی خوردی؟ باحال. خیلی خیلی اوکی، نیازی به توضیح نیست. اگه به عقب برگردی با امیر دوباره وارد رابطه میشی با همین چیزایی که الان ازش میدونی که میگی خیانت مثلا کرده یا اینا، دوباره باش وارد رابطه آره. میشی؟ آره. شما چی؟ نه، دلیل چیه؟ باید بشناسمش. من اشتباه کردم، خیلی زود وارد رابطه شدم با سر. قبلش باید میشناختمش، همون میشناختیم، شاید اصلا به هم نمیمدیم، شاید همون نمیپسندیدیم. همینطوری الکی بهش آیدی دادم، با هم رفتیم بیرون، اوکی شدیم، فاب زدیم. به نظر من اشتباه این کارو نکن. سوالی یا حرفی هست که بخوای به امیر بزنی؟ نه. هیچ سوالی ازش نداری؟ هیچ چیزی تو دلت نیست که بخوای بهش بگی؟ دلخوری هر چی هست دیگه الان بهش بگو. طوری نیست. چرا دقیقا یه روز بعد اینکه با هم کات کردیم بدون اینکه هیچ تلاشی کنی که به من ثابت کنی رفتی یکدیگر رو پیدا کردی و دقیقا رفتی باهاش هم کافه‌ای که با هم میرفتی؟ اوکی، الان جوابشو بدم. جوابشو. اون اتفاقی که افتاد، من فکر کردم کار خودشه، فکر کردم ازم خسته شده، فکر کردم خودش الکی یه داستانی درست کرده که با من کات کنه. خب بالاخره پسرم بهم فشار میاد، میگم من چی کم گذاشتم که طرفم تو رابطه این کارو کنه، از من خسته شه. از سر لجام بود. شما سوالی نداری ازش؟ حرفی تو دلت نیست که بخوای بهش بزنی؟ نه سوالی ندارم، ولی چون خب معمولا وقتی که کات میکنن یه سری حرفا بعد یه مدت که ازش میگذره میگه کاش این حرفا رو بهش زده بودم، کاش که این نه کارو خب کرده من اینطوری بودم. نیستم، بهش میگم، ولی خب یه چیزی میخوام بهت بگم که هنوز شبا بهت فکر میکنم. امیر چی کار کنه باش دوباره بک میزنی؟ یعنی اصلا امکانش هست باش دوباره بک بزنی؟ یا اگه چه تغییراتی تو خودش ایجاد کنه؟ تغییرات که نمیدونم چی بگم. آخه هیچ توضیحی هنوز بر من نداده. خب داره میگه دیگه، میگه من این کارو نکردم. آخه مثلا میگه که تقصیر تو بوده، تو منو ولم کردی، تو ازم رفتی چت فیک ساختی، تو اینجوری کردی، تو خب چرا یه بار نمیگه من؟ چرا یه بار قبول نمیکنه که کارش اشتباه بوده؟ حالا چه کرده چه نکرده؟ آقا میومد برای من میگفت من کارم اشتباه بوده، بعد برام توضیح میداد، منم قبول. چون من همون شبم بهش گفتم اگه یه همچین کاری هم کرده باشی من بازم برمیگردم باهات کات نمیکنم، فقط قبول کن. اصلا بگو باشه اشتباه، بیا با هم حرف بزن. اصلا هیچ. نه تقصیر تو بوده، تو چت فکر ساختی، تو اینجوری کردی، تو اونجوری کردی. اصلا نمیشه که یهو در بیاد بگه تو این کارا رو کردی، بیاد اینا رو نشونه من بده این تویی. میشه؟ اصلا غیر ممکنه، اصلا من کاری نکردم. چرا چرا این اتفاق افتاد؟ یه کوچولو با خودت باید فکر میکردی، میگفتی بابا این امیر اینطوری بود. شاید خسته شده بودی، شاید دل اوکی. تنوع میخواست. بله خب امیر دلت تنوع میخواست؟ بله پس دلش تنوع میخواست دیگه، الان داره میگه چیکار؟ بس دیگه به زور اسلحه گذاشته بستم. بزنین الان دارین ما حرف میزنین دیگه، بگین هی یه سری چیزا تو دلتون هست بگو من راحت بعد کن. انگار با موچین از زیر زبونتون در بیارم. خودتون راحت بگین. صحبت باش نه ندارم. دلت پره، نمیخوام معلومه. صحبت باش ندارم. نه ولی اشتباه بود، خودت قبول کن، کارت خیلی اشتباه کار بود. ببین بازم میگه کار من اشتباه بوده. تو باید فکر میکردی باشه واسه من گردم میگیرم. نگفت من این دختر دوستش دارم بذار اوکی قبول کنم. نه کی گفتی؟ کی قبول کردی؟ من تا حالا قبول نکردم تو رو دوست دارم. نه اینو نگفتم اصلا. ببین من قبول ندارم این حرف تو.
چه حرفی؟ تو اصلا نمیدونی من چی گفتم. ببین تو اصلا نباید اون موقع این کارو میکردی. قشنگ من داشتم با شما صحبت میکردم، میگفتم بابا من این کارو نکردم، من نیستم. بعد تو در اومدی با مامان تو من در آدرس خونم دقیق داده طرف. یه چیزی میشه من اضافه کنم؟ من اینجا. با شما که حرف میزدم گفتم از کجا مطمئنی که بهت خیانت کرده؟ گفتی رفتم کافه دیدمشون. نه اون که خیانت نبود که. اون ها فردا رفته بود دیت با یکی دیگه. آره ای آدم زد. با من کات کرد. پسر بدی هم. نه خب کات کرده بود که مشکلی نداشتی. آره. مشکلی نداشته. نه، بعد یه قانونی سال و بوده. نیم از یه رابطه فاب اومده بیرون و فرداش دقیقاً رفته نه این کارو کرد. مشکلی توش الانی؟ واقعا مشکلی نداشته. یعنی خب فیک بوده هرچی تو رابطه بوده. دوست یک سال و نداشته نیم باشه. فیک؟ خب اصلا فیک نمیشه بوده دیگه. وقتی فرداش رفتی با یکی دیگه نه سر دیگه من دیت. گفتم فکر کردم تو این کارو کردی از سر لجم بود. یعنی چه از سر لج؟ خب منم از سر لج برم با یه پسر دیگه؟ خب میتونی خب بود. چه شکلی تو تونستی؟ خب من نمیتونم. ببین تو وقتی میای گردن من میندازی میگه امیر تو این کارو کرد، خب منم به خودم برمیخوره، میگم خب من چی براش کم خب تو گذاشتم چرا که انقدر سر راحت باشه فکر برات می‌کنه. که یه دختر سر دیگه فکر دستتو می‌کنه بگیره، من یه دختر اشتباه دیگه کردم. بغلت باشه، یه دختر دیگه باید بیاد خونه؟ نه همچین فکری نیست اصلا، همچین چیزایی نیست. اگه چیزی هم بوده سر لج بوده. هر کی دیگه هم جامم بود شاید این کارو میکرد. یعنی تمام کبودی‌ها رو سینت و اینا همه سر لج بوده. شاید. وسط خیابون این کارا رو کرده شاید. آره دیگه بالاخره. یعنی چی؟ تموم شد. بعد یکم ادامه داره بده. نگاه میکنه. بفرمایید پذیرایی کنید. مرسی. یه رانی براش باز کن. چشم. پرتغال دوست نداره. خب از چیزا دیگه هست براش باز. آره. میخوای خودم تستش کنم ببینم مسموممو نکنم؟ نه اوکی. بذار تستش کنم. یا پیشمرگت هم میشه. ببین تستش کردم، دوست داشتم که مرسی. تستش. هر دوست داری؟ خب بقیه هم دوست داری دیگه. همه رو دوست داری. نه فقط منو که دوست همچین چیزی نداری. نبود. همه رو میخوای. نه همه رو با هم. نه گردن نمیگیرم. دلش خب دریاست گردنگیرت بنده خرابه چون قبول نیست اینو. قبوله. نه من نمیتونم حرف بزنم. اصلا تو چی دیرو من؟ من کی اصلا قبول نیست. چی قبولی؟ قبول نیست این کار. خب چی؟ ببین تو خودت اشتباه خودت گردن نمیگیری. من کاری بعد داری نکردم که باشه بخواد من اشتباه لاپوشونش باشه. میکنی. تو کاری نکردی؟ یزم وقتی یک خیانت میکنه یه همچین توجیهایی آقا هم شما بگین بلند شده با مامانش اومده در خونه ما چیده رو منزل مامانش، بعد میگه من اشتباهی نکردم. چی کار تو اشتباهی میکردم؟ کردی. چی کار میکردم؟ ولی اگه انتظار خیانت داشتی بعد چی کار میگه کاری که میکردم؟ نکردی یا گردن بگی بعد- من میبخشم. بعد میموندم یه جوری دیگه بهت خیانت هیچ کی این میکردم کارو یاد بگیری نمیکنه. چه شکلی هیچ کی این کارو خیانت میکنن نمیکنه. که هیچ کی طرف گردن نفهمه نمیگیره. دیگه. یادت میدادم که چه اصلا شکلی این کار خیانت کنی که اشتباه. تو از طرفت اصلا نفهمه. مسیر تو اشتباه اومدی. آره آدم درست رو برای خیانت انتخاب کن. نه دختر واقعا چرا باید بیای یه چت فیک تو خودت بسازی؟ حرف دخترت رو باور کردی. خب چت فرستاد چون باشه منم فیلم ببین من فرستاد. همینجا که نشستم گوشیما در میارم برات 30 تا چت میفرستم، بفرست. رکورد میفرستم. مثلا کاری نداره که بفرست. واقعا این کارو هزار کنم بار برام. بهت گفتم بفرست. مشکلی نداره من الان این کارو کنم نه بهش مشکل. مشکلی نه. الان یهو اینجا می‌خواستی این کارو آقا کنی. همین الان میتونم 10 بار برات من این به تو کارو اینو کنم. گفتم و تو هر 10 بارشو نکردی. ببین کاری نداره که میری فیلمو چه اسکرین شکلی؟ فیلم برای فیلم چه میری. توضیحی داری؟ بعد تایمی که برای فیلمی که همونو صدای دارم خودت میگم. و دستای خودت توشه و تو همون خونه که آقا من همون ما وقت اونجا بودم چی؟ ساعت رفتی تو نمیدونم. 9:30 رفت از خونه بیرون ساعت 8. خب چرا تایم تو این باید فیلم رو ساعت چه 8 منطقی بوده. از مزه ها فیلم بگیری؟ تایم این ساعت 8 خب بوده. رو چه بعد منطقی ها از اون موقع من مزه ها اصلا فیلم داشتم رانندگی بگیری؟ میکردم. اصلا چطوری من میتونم چت کنم؟ با چطوری نمیتونی من ماشینو بذاری
بغل؟ نمیتونی موتور رو نمیشه. بزنی بغل؟ نه ببین نمیشه. اصلا من تو خودت منو میشناسی، یک وسط سال خیابون ببین تو نمیشه یک سال خیانت کنی؟ تو یک سال و نیم با من تو رابطه بودیم، میدونستی من وقتی پشت ماشینم یا موتورم سر گوشیم نمیرم. خب نمیرم اصلا سر برای چی جواب این گوشیم توضیح ها رو همون موقع نمیدم. ندادی؟ چرا زدی بلاک کردی چون رفتی گذاشته برای رفت. دیگه؟ خب چون برم. گذاشته خب رفت. چه برم. توضیح بدم وقتی هزار بار تو رفتی ببین تو من ول میکنی اومدم. میری، یکی خراب میکنی، یکی معتاد شده، ببینش مثل یه مواد میمونه، وقتی میفتی توش دیگه تموم میشه. ببین یا بدی داره یا خوبی، تو دقیقاً اون بدیه بودی، تموم فشار رو گذاشتی رو من، تک و تنها گذاشتی من، رفتی الان اومدی میگی چرا منو ول کردی، چرا خب نمیدی تو به من رفتی امیر، من تو هیچ نرفتم. توضیحی تو در ندادی. اومدی منو بلاک کردی، کلی حرف به من میزنی. خب یه لحظه خودتو میذاشتی جا من. تو آدمی گذاشتم بود جا نه تو. تو گذاشتم آدمی جا تو. بودی، تو آدمی بودی که حتی اگه چتم یارو نمیفرستاد میگفتی تو خیانت کردی. گذاشتم. ببین گذاشتم، قشنگ خودم گذاشتم جا تو، گفتم خب اگه من سحر بودم یه اتفاق نمیافتاد، من این کارو شاید همون روز اول شروع میکردم دریوری بگم، شاید میپریدم بهش، ولی فرداش میرفتم منطقی فکر میکردم. تو حتی آره فرداش هم خیلی نمی‌دی. منطقی. تو حتی تو فرداش خیلی هم منطقی. ببین تو حتی فکر کردی. فرداش هم نه نیومدی. تو خیلی منطقی. تو فرداش با یکی دیگه رفتی، من تو کجا حتی بیام؟ نیومدی، گذاشتی من بلاکم خب کردی. عزیزم تو رفتی با ولم یکی دیگه، کردی. من چرا باید بیام ول دیگه؟ میکنی میری، بعدم توقع داری خب امیر آقا بیا. تو خب نمیدونم تو چه دوست توقع دختر داشتی، من دختره دیگه دارم. کجا می اومدم؟ کجا می اومدم؟ بعدم در میام بهت میگم این کار خودته، خب گردن نمیگیری. خب چرا باید یه همچین کاری بعد توقع کنم؟ داری من گردن بگیرم که من این کارو کردم؟ نه اصلا اشتباه. گردن نگیر، چیکار کنم؟ این بحثا رو ول کنیم. سر امیر متولد چه ماهیه؟ مهر. شما امیر سر متولد چه ماهیه؟ برج 5 میشه فکر کنم. آره من حافظه خوبی ندارم واقعا. خیلی شوک شدم. مردادی. آره من اصلا حافظه خوبی ندارم. خرداد؟ آره مرداد. مرداد. آره منم حافظه خوبی ندارم اصلا ندارم، درکت یعنی با هر من حتی تاریخ تولد مامانم هم آخه نمیدونم. مشکل منم اینجاست که نمی‌دونم. من شمارم تاریخ تولدم بود یه مدت و حفظ بود و الان نمیدونه من متولد شدم. نمیدونم به خود تو مغزم نمیمونه اصلا، مشکلی نیست به نظر من. نه یه تاریخی حافظه یادم موردی نمیمونه. ندارم، من تایید میکنم. من مهمترین چیزی یادم تاریخ نمیمونه. زندگیت بعد می بوده باشه، پس باید یادت باشه بعد 1 ماه. اوکی. رنگ مورد علاقهش، غذای مورد علاقهش. امیر، بله. مشکی، پیتزا. غذا مورد علاقش پاستا سوخاری. رنگ مورد علاقش هم رنگای روشن بیشتر، تک رنگی نی، خیلی رنگای روشن رو دوست داره. چه هدیه‌ای بهت داده که خیلی دوستش داری؟ زیاد بوده. کدومو بیشتر از همه دوست داری؟ هدیه حساب نمیشه، لباسایی که از خودش بوده به هم داده. اونم هدیه هستی. بعد الان که جدا شدین میخوای با این لباسو چیکار کنی؟ گذاشتمشون تو کمدم، چیکارش میکنم؟ یه هر دفعه میبینی یاد امیر میفتی؟ تک و توکم میپوشمشون. تو چی امیر؟ من یه ساعت بود هنوزم دستم میکنه. الان دستته؟ نه الان دستم نیست. تو آرایش کجا گذاشت؟ نه اوکی. داشتم فکر کردم و بعد دیدم دیگه جا گذاشتم نمیشه کارش. خب چشماتون رو ببندین. این سوالی که میپرسم و با لایک و دیسلایک جواب منو بدین. با تمام این تفاسیر، با تمام این حرفایی که الان زدین، حاضرین دوباره به رابطه با هم برگردین یا نه؟ با لایک و دیسلایک جواب منو بدین. 1 2 3. چشماتون رو باز کنین. نگه دارین و چشماتون رو باز کنین. نگه نداشته بودم. خب اوکی. خیلی ممنون که اومدین تو این برنامه. ازتون تقدیر به جا میشه. از خودتون پذیرایی کنین. مرسی. خسته هم نباشین. مرسی.